سر کردن ویدیو کانال یک خواهر اسلامی من را که با نام دلافروز گتاوید یعنی کانالی پخت و پز و ولاگ می باشد. از این کانال شما میتونید در مورد شیرینی، تارت، کلچه قند، صبحانه های با لذت و ولاگ های عائله دلافروز را تماشا کنید. کانالی بی‌حد شوق آور است. حتما آبونه شدن را فراموش نمیکنیم. یارو دوستای دعوت میکنیم. انشالله با دستگیری شما ما زنها پیش میریم. دستگیری شما پیشروی ما زنهای تاجیک می باشد. سلام دوستان، خوش آمدید به کانال پخت و پزهای خانگی. ما امروز همراه حکمت فطیر شیر و روغندار میکنیم. به حد با لذت میبیاد، یعنی خمیرش تنوکی خوشخور. چقدر استادم خوردنش به حد ناز. محصولات لازمه برای ما برای خمیرش 300 میلی لیتر شیر، 150 گرم مساله، 2 دانه زردی تخم، 400-500 گرم آرد، 1 قاشق نمک، کمتر دراژ لازم است. اگر دراژ خشک باشد میتونید نیم قاشق چای استفاده برید، میتونید دراژ استفاده نبرید. همین محصولات برای تیار کردن خمیرش لازم است. ما در اول کاسب شیر میگیریم. بسم الله الرحمن الرحیم. شیر ما سخت گرم نباشد برای آنکه مسئله آب کرمی ازیم. کمتر دراژ ما، نمک و 2 دانه زردی تخم. همه محصولات رو ریخته میکنیم. بتونید 1 قاشق شکر هم همراه کنید، که من همراه میکنم. یعنی که محصولات میشه ما که مسته آب کرده ولی همین شیر رو میریسیم. مسته آب کرده ما من اکنون سخت تکک خمیر میکنیم. خمیر ما سخت تکک بیاد. بسم الله الرحمن الرحیم. 2 دانه فطیر کلام میشن، میتونید 4 دانه کنید، خیلی استی تفتانه تانند وابسته. بیاد فطیری با لذت میبیاد. شیر و روغن که خیلی میدونم که هیچ فطیر میشه. من خمیری با هم تیار شد. نگاه کنید سخت تکک شد. رنگش نگاه کنید چقدر زرد از سببی روغن و تخمش بودنش. ما که خمیری 15 دقیقه نگاه داریم، بسیار نیه. ما باشه پشته نگاه داریم. من خمیری با هم دم گرفت. من خمیری سلافانه هم کرده بودن. ما که خمیری به 2 قسم تقسیم میکنیم. به 2 قسم تقسیم کردیم. 5 دقیقه دیگر هم دم گرفت. ما شروع تنو میکنیم. سوالامه نگاه کنید خیلی تنوکاک شود. دکه شروع نامپر میکنیم. ما نمی چیه توش هم نامپر میکنیم. اسفری ما با همینه میفروشن. ما اینا نامشه چخه میگویم فطیری گونگاگ میگویم. خیلی دیگه نمیدونم دیگه شهر و ناحیه چه میگویم. بی‌حد فطیرش با لذت. برای مالدن روش من 1 قاشق شیر، 1 قاشق سمیتانه پرنه و کمتر ساده همراه میکنیم. همینطور ساده همراه میکنیم. برای چی ساده همراه میکنیم؟ همین نانای همش بلیس هست. همین ساده سببش یگانچی مزهش بیزیاد نمیکند. من خودم کار کرده خودم شیرینجه میشد مزهش. یگان قطعی جایی گندگیش نیست. برای همین من از مورد میبینیم که نانی ما چخیم بیاد. نانای بلیس که همین خوشرو همین سببی ساده بودنش. خوشرو میمونه.
کجاش من کنجید میکنه میتونید 30 دانه کنید. من همین طرف به 200 درجه تفتامه مونده و بانشنده پخته میگیریم تا سرخ شدنش. من چون میبینید فطیرهای ما هم تیار شد. نگاه کنید چقدر آمد. من گردکاش من پشتش چقدر سرخش رو بود. من شکسته در نشان بینیم. نگاه کنید درونش چقدر جایب گردکاشه. من به حد با لذتی عجایبان بیاد این گونه فطیر. این چقدر استادم خوردنش به حد ناز برای آنکه خمیرشی بدانم که مسئله و شیرکی تیار شدگی. شما هم حتما برای نزدیکان خود تیار کنید. کانال ما دستگیری کنید، پادپیساتی کنید، یا رو دوستای دعوت کنید. انشالله باز با دستگیری شما ویدیوهای بهتر و بهتر میشد. خیر تا ویدیوهای آینده در پناه خدا باشید دوستان.